دقیقه وایسا. اینجا رو نگاه کن. چی شده حاجی؟ ببین از زمانی که گوشیو زدیم کیا زنگ زدن؟ باغ 1000 متری سهیلیه، کردان 500 متری استخدار، پنتهاوس ولنجک، بنز ای 300 2015، بی ام و آی. فکر کنم یارو آدم گنده ایه. این فکر کنم تو کار زد و بند باشه. حاجی آره یارو تو کار زد و بند ناموسن. گوشی خیلی براش مهمه، میتونیم کلی پول ازش بگیریم. ببین جلو نیا، ما هموناییم که گوشتو زدیم، میدونیم گوشیت خیلی برات مهمه زد و بند میکنی ها. اگه بخوای گوشتو بهت پس بدیم باید 200 300 تومن ما پول بدی. 200 300 تومن؟ گوشی کلا 20 تومن بیشتر ارزش نداره. چرا دروغ میگی؟ ما میدونیم چه آدمایی داره به این گوشی زنگ میزنه. اون اصلا گوشی من نیست که. از گوشی کیه؟ اون گوشی دخترمه. ایناش رفت بود خرید الان داره میاد. سلام بابایی، من کارم تموم شد، گوشو ببینی. من ایراد شکستم از این زمان خستم.